بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. به سلسله درسای حسن المسلم درس پنجمی ما و شما. خب طبعا ما و شما در نماز و رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز خود در قعده بعد از التحیات درود میخواندن و درودی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده: اللهم صل علی محمد و علی ازواجه و ذریته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یکی این درود نقل شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از التحیات اللهم یا الله صل علی محمد درود بفرست بالای محمد صلی الله علیه و سلم و طبعا درود از جانب الله که است این رحمت است، یعنی یا الله رحمت بفرست بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی ازواجه و بر ازواج مطهراتش امهات المؤمنین که مادرای ما و شما هستند و ذریته و بر ذریهش یعنی اولادهای رسول الله صلی الله علیه و سلم کما صلیت چنانچه درود فرستادی علی ابراهیم بر علی آل ابراهیم به آل ابراهیم علیه السلام و بارک علی محمد و یا الله برکت بنما بر محمد صلی الله علیه و سلم و علی ازواجه و بر همسران یا ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذریته و ذریش اولادهایش کما بارکت علی ابراهیم چنانچه برکت کردی بر ابراهیم آل ابراهیم علیه السلام اولاد ابراهیم علیه السلام انک یقینا که تو یا الله حمید بسیار ستوده شده هستی، یعنی از حمد گرفته شده و مجید و دارای بسیار مجد و عظمت هستیم. دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این درودها این دعا را بعد از درود خواندن که اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. و خوبی از این دعایی است که وقت انسان یک از این دعا را کوشش بکنه که حفظ بکنه و فایده از این است که نماز انسان با نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم یک قسم میشه و دیگه خوبیش است که انسان از عادت مبرایه. وقتی که ما و شما زیاد بعد از درود شریف اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار خویی را هم میخوانده رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد است، لکن دیگر اگر انسان یاد بگیره باز نمازش حضورش و خشوع و ایگاپا در نماز پیدا میشه بر انسان. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی هر قدر انسان محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشه با مو اندازه کوشش بکنه که به اندازه زیادت محبت سنت ها را بیشتر چی کنه عمل بکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللهم یا الله انی یقینا که من اعوذ بک پناه میبرم به تو من عذاب القبر، یعنی بعد از درودی را خواندن یا الله ما پناه میبرم به تو از عذاب قبر و من عذاب جهنم و یا الله ما پناه میبرم به تو از عذاب جهنم یا دوزخ و من فتنه المحیا و الممات و یا الله ما به تو پناه میبرم از فتنه هایی که در زندگی بر انسان پیش میشه و الممات و از فتنه هایی که در مرگ. یعنی بسیاری وقت است بر انسان بعضی فتنه ها در زندگی میه که یک نفر کاملا تغییر میده و این از دین بی دین میسازه و بعضی فتنه هاست که حتی در وقت مرگ هم سر انسان فتنه ها میه که در بعضی روایات میه که حتی شیطان در جان کندن در اون وقت میه بالای سر انسان و انسان که بسیار تشنه میباشه ظرفی از آب میره و باز میگه آب بخو، وقتی که آب بنوشه باز برش الفاظ کفر تلقین میگه. یعنی این دعا را که بخوانی منفعتش است که انسان از اون فتنه ها به الله پناه میبره و نجات پیدا میکنه. و همچنان و من فتنه المسیح الدجال و یکی از فتنه های خطرناک است فتنه مسیح الدجال است که این هم یکی از علامات بزرگ قیامت است که این هم مسیح یا
دجال ظهور میکنه و بسیاری مردم ها را که ایمان ضعیف دارن یا اخلاص ضعیف دارن اینا را از دایره دین میکشن. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از درود در ختم نماز این دعا را هم خوانده که اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. هم به او روایت آمده، به او شکل، هم به این شکل آمده اللهم انی اعوذ بک، اللهم یا الله انی اعوذ بک من عذاب القبر، ما به تو پناه میبرم از عذاب قبر. و اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال، و به تو پناه میبرم از فتنه مسیح الدجال. و اعوذ بک من فتنه المحیاء والممات، و به تو پناه میبرم از فتنه های زندگی و مرگ. اللهم، اینی اضافه شده، اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، و یا پروردگارا ما به تو پناه میبرم از مأثم یعنی از گناه و زیان، و مغرم از غرم یا زیان یا قرض و این گپا هم پروردگارا ما به تو پناه میبرم. دعای دیگه که رسول الله صلی قبل از سلام خواندن یعنی بعد از درود اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، این هم خواندن دعا کردن در داخل نماز. ببینید اکثرا دعاها را که از رسول الله صلی نقل شدن در داخل نماز است، چون وقتی که آدم در داخل نماز باشه این دعاها بیشتر قبول میشه و از رسول الله صلی الله علیه و آله این دعاها یعنی این عاجزی و تضرع که در داخل نماز باشه این زیاد تاثیر داره و از رسول الله صلی الله علیه و زیاد دعاها در داخل نماز نقل شدن. پیش از اینکه سلام بتی خوب است که یک کس دعا میکنه پیش از اینکه سلام بته، در مو حالتی که با خالق خود در گفتار است هر کس بر خود دعا بکنه. و این دعا هم از رسول الله صلی الله علیه و نقل شده که قبل از اینکه سلام دور میدادن رسول الله صلی الله علیه و میگفتن اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللهم یا الله اینی یقینا که من ظلمت نفسی ظلم کردم بر نفس خود ظلما کثیرا، ظلم بسیار زیاد، ولا یغفر الذنوب الا انت، یعنی وقتی انسان دعا میکنه که یا پروردگار من ظلم کردم بر نفس خود ظلم زیاد، اینمی که انسان گناه میکنه، معصیت میکنه، اشتباه و خطا و غلطی میکنه، اینمی در حقیقت خود انسان سر نفس خودش ظلم میکنه. چرا؟ امی جسم بیچاره خدا، جسم ناتوان خدا در معرض آتش جهنم و در معرض عذابها قرار میده. پس خودش ظلم در حق خود انسان است، یعنی جسم انسان، ولی جسمی که علیک حق. متوجه هستین؟ بعضی اوقات بعضی کسا امیر تفسیر مادی میکنن تنها، مثلا وقتی که یک کسی کمک دینداری بکنه باز برش میگه ولی جسمی که علیک حق، این درست است، یعنی جسم تو هم سرت حق داره که غذا بخوری، لکن یکی از حقوق جسمی است که باید جسمت از عذاب دوزخ نجات بدی، گناه نکنی، تا که جسمت، یعنی جسمت سرت حق داره که ایره، مثلا خانمت سرت حق داره، دخترت سرت حق داره، پسرت سرت حق داره، مادرت، پدرت حق داره، حتی مسلمان ها سرت حق داره که دیگران، حتی کافرها سرت حق داره که اونا رو چی کنی؟ دعوت به طرف اسلام بکنیم و اونا را سبب نجات از اونا از آتش دوزخ شوی. و در پهلوی ازی خود جسم انسان بالا انسان حق داره و حقش چی است که انسان ظلم بالای جسم خود نکنه، یعنی خود در معرض آتش دوزخ و در معرض عذاب الهی قرار نده. پس رسول الله صلی الله علیه و آله همین دعا را میکرد که اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث یک پیامبر، من حیث یک معلم برای ما و شما راه نجات نشان میده. و وقتی که دعاها را خودشان میکردن، چون رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر معصوم بود و پیامبری که یعنی گناه نمیکرد و حتی از صغائر کبایر چی که حتی از صغائر خود نگاه میکرد و حتی عباداتی که پایهایش ورم میکرد و نصفای شب تا دمای صبح عبادت میکرد، این حال رسول الله صلی الله علیه و آله عبادات کلش کرده، لکن تعلیما بر ما و شما همین دعاها را خوانده، خودشان تعلیما و ادبا در مقابل خالق خود همین قسم اعتراف و گناه میکنه و معذرت میخواه و توبه میخواه و همچنان تعلیما بر ما و شما که ما و شما هم همین دعاها را بکنیم. پس رسول الله صلی الله علیه و آله قبل از سلام، ببینید قبل از سلام اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللهم یا الله انی ظلمت، یقینا که من ظلم کردم نفسی بر نفس خود ظلما کثیرا، من بسیار ظلم کردم بالای نفس خود، ولا یغفر الذنوب الا انت، و هیچ کس نمیتونه گناه ها را ببخشه الا انت
مگر تو یا پروردگارا. یعنی خودت میتونی که گناه های مرا ببخشی، کس دیگه بخشیده نمیتونه. سعی که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سعی که ما باید از این تسبیحات و از دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم درس بگیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اللهم انی ظلمت، ای رسول الله من که پیغمبر هستم میگه که ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا الله و غیر از تو کسی دیگه گناه ها را بخشیده نمیتونه. حال وقتی که خود پیغمبر میگه که گناه را به غیر از الله کسی دیگه بخشیده نمیتونه. ببینید اینی فرق اسلام است و فرق نصرانیت و ادیان باطل دمی هست که بعضی اشخاص مثلا در کلیسا کشیش ها استاد می باشن و اونجا یک صندوق جور کرده به نام صندوق مغفرت. باز هر کس پیش کشیش میره اعتراف برای کشیش میکنه، باز کشیش ایره میبخشه، کشیش ایره میبخشه و خود کشیشی که خلاص اگر زنا کرد، اگر جنایت کرد، اگر هر کار کرد خودش دیگه معاف است دیگه، خلاص است. این مشکل است. در حالی که پیغمبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه که ولا یغفر الذنوب الا انت، یعنی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله رجوع میکنه و توبه میکنه و دست دعا بلند میکنه و دعا میکنه و در نماز خود به الله میگه که اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، و مغفرت نمیکنه گناه ها را الا انت مگر تو. فاغفر لی، پس یا الله برای من مغفرت بکن، مغفرتا من عندک، که این مغفرت از جانب تو باشه. سعی کنید این کلش درس است. وارحمنی، و بالای من رحم بکن یا الله، اینک یقینا که تو انت الغفور، خودت هستی الغفور ما بسیار مغفرت کننده، الرحیم بسیار مهربان. پس در دعا با اساس سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان باید دست دعا را به الله بلند بکنه، مغفرت از الله بخواه و همیشه قلبش و دعایش و زبانش به طرف الله باشه. اینمی عقیده توحید درست است. اما اگر یک نفر بر مخلوق رجوع میکنه و مغفرت از مخلوق میخواه و سجده به مخلوق میکنه یا دست دعا را به بارگاه مخلوق بلند میکنه دست دعا را به بارگاه مخلوق بلند میکنه، این یک اشتباه بزرگ اعتقادی هست که سبب شرک انسان میشه. دیگه دعایی که سعی کنین چقدر دعا از رسول الله قبل از سلام نقل شده. این دعا هم نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما همین چیزایش براتون نمیگیم چون حسن المسلم احادیث کلش تخریج شدگیش پیش هر کس که باشه هست. مثلا این حدیث در صحیح مسلم از جلد اول صفحه 534 که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از سلام در نماز خود چی میگفت؟ اللهم اغفر لی، یا الله مغفرت کن برای من ما آنچه را که قدمتو، ما قبلا او اشتباهات و خطاها را کردیم، و ما اخرتو، و او اشتباهات و گناهایی را که اخیراً کردیم. یعنی انسان به الله دعا بکنه که پروردگارا هم گناههای سابقی مرا و هم گناههای جدید مرا آخری را، اینا را پروردگارا مغفرت کن. و ما اسررتو، و یا پروردگارا او گناههای مرا بخش که ما او را به شکل سری و مخفی انجام دادیم که هیچ کس نمیفهمه بغیر از تو. و ما اعلنت، و یا الله او گناههای مرا بخش که ما او را به شکل علنی کردیم، یعنی مردم میفهمند. و ما اسرفت، و پروردگارا او گناهایی را که ما و آنچه را که ما زیاده روی کردیم، مثلا الله مثلا در یک کار گفته که کار نکو ما او را کردیم، یا گفته نکو ما او را کردیم، اگر گفته بکو نکردیم و اگر گفته نکو، یعنی بعضی اوقات امر شکستانده میشه و بعضی اوقات نهی. و ما انت، آنچه که انسان در منهیات میکنه بازی اسراف میگه، مثل که در آیت شریف است و قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، چی کردن؟ زیاده روی در نفسهای خود کردن. پس اینجا دعا میکنه که پروردگارا آنچه که اسراف کردیم و ما انت اعلم به منی، و آنچه را که پروردگارا تو بسیار میفهمی، عالم هستی نسبت به من. این حال مشکل در چی هستن؟ بعضی اوقات یک انسان گناه میکنه متوجه گناه خود نمیشه که ما گناه میکنم. خب و پس این حال بعضی اوقات انسان بعض اشتباهات میکنه که او پیش خودش اشتباه نیست، پیش گناه نیست، لکن پیش خالق متعال گناه هست. یعنی میگه که یا الله او گناهایی را از ما ببخش که تو عالمتر هستی به او از من. یعنی من بسیاری وقتا شاید مرتکب از گناه شده باشم و خودم هیچ متوجه نشده باشم. چرا؟ همون در درس گذشته هم گفتم که یکی از چالهای شیطانی است که بسیاری وقتا گناه را عادت انسان میگردن. حالا بسیاری کسا که مثلا یک نفر ریش خود کل میکنه، این بیخی عادتش شده.
یک نفرش خدا قیچی میکنه بیخی عادتش شده، هیچ دیگه به اون متوجه نیست که من هر روز می گناه را تکرار میکنم، هر هفته می گناه را تکرار میکنم. متوجه هستین؟ بسیاری کساس مثلا بعد از نماز صبح همیشه عادت کرده که خواب کنه، همیشه میگه والا عبادت من تا ناوقت خواب میکنم. بعضی کسا تا عادت کرده میگه ما عادت کردیم که در نماز خفتن و صبح به جماعت نرم، هیچ عادتش شده که هیچ نره. بسیاری کسا عادتش شده که تا ناوقت شب بشینه و صبح نخیزه. اینی کلش متاسفانه انسان نمیفهمه و این کلش برش نشته میشه. بعضی کسا عادت کردن که در خانه آمد تلویزیون چالان کنه یا رادیو را چالان کنه و او چالان است و در دفتر اعمال از نوشته میشه که گل زمان، اول میر، فلانی فلانی و این بیچاره قرار اینجا نشته کرده میره اخبار میخونه. متوجه هستین؟ ولی اون نشته میشه فمن یعمل مثقال ذره خیر یرى و من یعمل مثقال ذره شر یرى، یعنی اون نوشته میشه. اما بسیاری کساس اینمی گناه را گناه حساب نمیکنه، گناه را حساب نمیکنه. بسیاری کساس جوانا رو شما سال کنین عادت به مذاق کردن. مجرد که یک رفیق خدا دید همی اولین کلمه که اسلام میگه که سلام بر از او بده، او کمی اول مرتبه که میدید شبش میگه او بچی خل کجاستی، او پدر نالد. بسیاری وقتا در موبایل یگان وقت شما ریشتفیده موبایل های بچه هایتانه که بگوین بله که وجوان مقابل نفهمه، یک دوای میزنه، یک دشنامه های میزه، آخر برش بگی بچه جان تو اخلاق داری، تو تربیه داری، تو عادتشان شده. متوجه هستیم؟ در حالی که اینمی هر کلمه که از زبان انسان خارج میشه در صحیفه اعمال انسان نوشته میشه و در روز آخرت انسان میخیزه. بسیاری کسا میگه که ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. این چه قسم کتاب است که هیچ گناه صغیره و کبیره هیچ چیز نمانده، کلمه به کلمه. این حال بسیاری کساس عادتاً بسیاری از گناه ها برش عادت شده. پس از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله به یک نقطه بسیار مهم ما شما را متوجه میکنه که شما در دعایتان این را بگویید که ما انت اعلم به منی، یا الله او گناههای را یا الله او گناههای را بر ما ببخش که تو بسیار عالم هستی به او نسبت به مکی، یعنی ما کردیمش متوجه نشدیم. پس اینجا میگه که انت المقدم و انت المؤخر، یعنی پروردگارا تو تقدیم کننده هستی و تأخیر کننده هستی. لا اله نیز هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا انت بغیر از تو. همچنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این دعا را هم خوانده قبل از سلام: اللهم یا الله اعنی، مرا کمک بکن علی ذکرک، به ذکرت و شکرک و بر شکرت و حسن عبادتک و به حسن عبادتت. یعنی ببین این کل دعاهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده. و اللهم انی اعوذ بک، این هم خواندن که اللهم یا الله انی اعوذ بک من البخل، پروردگارم من از بخیلی به تو پناه میبرم، یک چیز بسیار زشت بخیلی هست. و اعوذ بک من الجبن، و پروردگارم من از امو جبون بودن یا بزدلی پروردگارم به تو پناه میبرم. امی هم یک گناه بسیار یک صفت بسیار زشت است. بسیاری انسان هایی که جبون باشن و بزدل باشن حتی کلمه حق گفتن نمیتونن. و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل، و پروردگارم من پناه میبرم که مرا به ارذل العمر برسانی. یعنی ارذل العمر چی معنی؟ یعنی بسیار انسان در عمر خود رذیل و خوار و پای خورده شده، پروردگارم مرا به این حالت نرسانی. از این خاطر همین دعا را که بسیاری ریش سفیدا، بسیاری انسان ها که در جوانی خودی دعا را میکنن، بعضی ریش سفیدای دیندار شما سعی کنین 90 ساله شده، 95 ساله شده، 100 ساله شده، لکن با قوت ایمان است. بسیار ببینید شما، ما اکثر میره تجربه کردیم که ریش سفیدای دیندار رو دیدیم که حتی تا 90 سالگی، حالا بسیاری وقتا شما سعی کنین پایدردان بدن، مثلا مریضان بعضی اوقات خودم خب میباشه تو بعضی چیزاست، لکن هم قوت ایمان داشته، احتیاج کس نبوده، خودش تشناب میره، خودش وضو میکنه، خودش چی هستن. اما بعضی کسا دیدیمش که بیدین بودن، بینماز بودن، در آخر عمر به اندازه‌ای رسیده که صاحب حتی در تشناب، حتی چون خودش بیدین بودن اولادایشان بیدین بودن. یعنی همیشه پدر بیدین وقتی که شکایت میکنه خودت بیدین هستی که اولاد بیدین تربیت کردی، چرا پدر دیندار اولاد خود به طرف دین دعوت میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و آله بر ما فیصله کرده که ما من مولود الا وقد یولد علی الفطره، هیچ طفل نیست مگر با ایمان فطری الله او را خلق میکنه. در خانه هندو هم با ایمان فطری خلق میکنه، در خانه روس، در خانه یهود، در خانه نصارا
ثم ابواه، باز کل اشتباه از پدر و مادر است که اونا یحودانه او یمجسانه او ینصرانه. اونا پدر است که ایره یهودی جور میکنن، مجوسی جورش میکنن، تمام روز مجالس مجوسی ها را سرش تطبیق میکنن، عادت های مجوسیت و اونمی عادت های بیدینی را و ینصرانه را نصرانی میسازن، بیدین میسازن. اینا رو باز اینمی پدر بیدین دیدیم که اولادهایش هم اما تو بیدین هستن، بازی وقتی که به ارذل العمر میرسه آنقدر ذلیل می باشه که اولادایش سرش رای هم نمیذارن، تا 70 100 تا تخته پشتش اینقدر سوراخ میشه و اولادای بیدینش هم برش احترام نمیکنن احترام نمیکنن. تا اولادای بیدینش در جای رفتم یک کس فوت کرد، آمد برای من بود، یک دخترش هم تو چیغ زد، گفت که او استاد پدرم نمرد، مادرم نمرد، زنده شد، زنده شد. در زیرخانه بود، خلطه‌های سیب تیر میشد، چشمش سیل میکرد. این بیچاره در زیرخانه انداخته بودن، همین خلطه‌های میوه بالا میرفت، خودش که خانم اولادای خود خورده میرفت و برای یک دانه سیب نمیآورد. این اولادای بیدین هستن. باز همین اولادای بیدین چی عادت دارن؟ بازی خود در قصه پدر نیستن، در قصه مادر نیستن. باز وقتی که پدرش فوت بکنه یا مادرش فوت کنه، باز به خاطر نام کشیدن خودش یعنی باور بکنین همین گپ کمی گفت، همین روزی بود که وقت ما هم دیگه در جاهلیت بودیم، در می چیزا اشتراک میکنیم، روز 2 روز 3 دیگه عصر جاهلیت خودم قسم میکنم، در عصر جاهلیت خود با جاهلا زیاد ارتباط داشتیم. دیگه با آمد گریان کرده و گفت که این مادر من نمرد، زنده شد، خلطه های میوه بالا میرفت، چشمش میدید یک دانش نمیخورد. و باز در مقابل از این شخصی که در این حالت قرار دارن، بازی چه روز دور شل است، روز سیر شل است و این روز دور سیر هم به خاطر پدر خود نمیکنه، به خاطر مادر خود نمیکنه، او را به خاطر نفس خود میکنه که باز مردم مرات میگه، باز مردم چرا بسیاری وقتا که برشان بگی که حتی قناعتشان بیتی خوب 100% قناعت کنه. مثلا بعضی کساس ما دیدیم خوب برش قناعت شیشتیم برش گفتیم خب رسول الله صلی الله علیه و آله در روز جنازهش چی گفتن؟ مردم ها گفت که شما برین برای آل جعفر طعام جور کنین. کی آل جعفر غذا برای مردم جور کردن؟ اگر یک سنت می بود، یک کار خوب می بود، خود پیغمبر و فامیل و خانواده پیغمبر اونا باید اولی تطبیق میکردن. وقتی که خوب برش دلایل بگی با بسیار اخلاق با بسیار قناعت و کل دلایل قناعت کنه، آخرین جمله چی است؟ آخرین جمله چی است؟ خب استاد گپت صحیح است، قناعت کردم، رسول الله صلی الله علیه و نکرده، صحابه نکرده، ناروا هست، بدعت است، پیسه ممنوعی مصرف میشه، من کلش قناعت کردم، صحیح کلش قناعت کردم. باز آخرش چی میگه؟ بعد از کل قناعت ها خی مردم چی بگویم، جواب مردم چی بگویم، سیال چطور بگویم، شریک چطور بگویم، اودرزاده را چطور پوزش بشکنم. اینه بازی کلش که است نه به خاطر مادر و پدر است. اگر کسی برای مادر و پدر خود واقعا احترام میکنه، در زندگیش در مریضیش برش احترام بکنه. در زندگی مثلا بچه دیندار علامتش چی است؟ و بالوالدین احسانا، به مادر و پدر خود چه قسم احسان بکنه؟ باید از معاش خود یک مقدار برای پدر و مادر خود تعیین کرده باشه. مجرد که معاش گرفت بگه مادر جان اینی 1000 پس تو است، پدر جان اینی 1000 پس معاش تو است، اینی معاش تا برات آوردم و مو وقتش برش بدی، دعا میکنه الله بچی ترا با عزت داشته باش، اینی می دست دعای از او برش میده. مریض است، در مواده مریضیش مثلا میری بالا سر عملیاتش استاد هستی، سر پدرت ماچ میکنی، برش می پدر جان ای جیگرت خون نباشه، من در خدمتت هستم شب و روز، چی دوا کار داری، چی پریزانه کار داری، چی برات بیارم. در اینمی قسمت یک دفعه عشق از چشم پدر جاری میشه، الهی بچیم الله سعادت دنیا و آخرت نصیب بکنه و واقعا میکنه. اما بعضی کساس پدرش مریض است، پیش دکتر نمیبرش، دوا کار داره برش یک دوا نمیگیره، برش میگه بچیم یک درب یک پاراستامول است، بچیم یک تخته پاراستامول، او بابا تمام روز افتادی و تومت ناق. باز وقتی که پدرش بمره باز که سیل کنی صاحب دیگه آبار میشه، نان داده میشه، کلش هیچ برش فایده نمیکنه، هیچ فایده نمیکنه. در زندگیش، در مریضیش، در خدمت والدین باید باشه. اعمل ما شئت کما تدین و تدان، هر چی که میگه میکنی آن کار را که میکنی اونم کار بالای تو میشه. این واقعیت است. و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، و پروردگارا ما به تو پناه میبرم که به ارذل العمر برسم. و اعوذ بک، و پروردگارا ما به تو پناه میبرم من فتنه الدنیا و عذاب القبر، از فتنه دنیا. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی یک کلمه را استعمال میکنه،
این کلمه بسیار آدم باید از کلماتش درس بگیرن. اینجا رسول الله میگه که پروردگار ما به تو پناه میبرم از فتنه دنیا. یعنی سعی کنین عصر رسالت چقدر عصر بسیار عالی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و مهاجرین و انصار، ببین عصر طلایی است. لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دعا میکنه که پروردگار ما از فتنه های دنیا به تو پناه میبرم. و ما و شما که هستیم در بسیار شرایط خطرناک هستیم. وضعیت مردم بسیار خطرناک است. برنامه های دشمن ها بسیار زیاد است و پلان های دشمن ها بسیار زیاد است. تمام شما سعی کنین. یک استاد ماست میگه استاد این جوانای بیچاره رو تو سعی کن، میگه تنها در سر یک جوان در مویایش 6 مملکت کار میکنن. شما در این پشت سلمانی برین سیل کنین، عکس چند مملکت است دیدین؟ همین سلمانی ها را یک دانه کله ایتالوی هست، عکس ایتالوی هست، یکی فرانسوی هست، یکی بلغاری هست، یکی روسی هست، یکی فوجی هست، یکی یهودی هست. یک دسر از این 6 مملکت گفت کار میکنن. میخواین که اینمی سونجی ها سعی کنه یک دانه استایل اسلامی همونجا نصب نیست. امی سلمان خوب نمازخوان هم است، خوب نماز هم 5 وقت نماز هم میکنه، عبادت هم میکنه، لکن همین لوه هایش که سعی کنی چی است؟ این نمی است. باز داخل که داخل شوی باز عکسای رقاصه ها و انسان های بیدین گذاشته شده است. این حال سعی کنید در یک سری یک جوان 6 مملکت کار میکنه تا ایر منحرف بسازه. از این خاطر جوان ها را که یک وقت سعی کنید موی خود خارپشتک وارد جور میکنه، یک وقت جور مویایش مثل خراس وار مرغ خراس وارد جور میکنه، یک دفعه مویای خود دخترها وارد جور میکنه. این همین استایل است که بالاخره به یک شکل از اشکال میخواد شکل از چهره اسلامی دور بکنه. این همین چهره ها رو برازی بیاره. دیگه این حال فتنه های دنیا میگه چه قضیات است. رسول الله صلی الله علیه و پناه خواسته که و اعوذ بک من فتنه الدنیا، پروردگارا ما به تو پناه میبرم از فتنه های دنیا. چی از فتنه های دنیا؟ خطرناکترین فتنه بیرون کردن انسان از دایره دین است. یک جوان سهل کنی بر ما اول میگه او استاد اون نفره که پارسال که اعتکاف ششته بود میشناسیش؟ میگه ما میشناسیم. استاد خلاص شد دستمالک که تو من داخته باز دستمالک بغلکای شد جور میکرد پشت سرش هم گریگک میزدن، قرار ششته بود و خروب ریش مانده بود، تمام روز انتقاد میکرد. آلو را که صاحب سعی کنی فتنه تو آمد بردش که صاحب یکی هم تو دریا بردش. پس رسول الله صلی الله علیه و که و اعوذ بک من فتنه الدنیا، انسان همیشه بگه پروردگار ما به تو پناه میبرم از این فتنه ها. چرا فتنه در مال میشه؟ بسیار انسان هست که خوب دیندار است، در مقابل دین مال توانایی نداره. دشمنای اسلام چی کردن؟ امریکایی چی کردن؟ هر عسکر خدا که از افغانستان کشیدن و یک عسکر امریکایی BBC نشر کرده بود که یک عسکر امریکایی سالانه $1,000,000 مصرف داره. یک عسکر، یک گزارش بود که یک عسکر سالانه سلاحش و مهماتش و معاشش و لوجستیکش و اباطه و اعاشه و کل چیزایش که سنجش کرده بود، گفته بود که یک عسکر امریکایی که در افغانستان می جنگه ای $1,000,000 مصرف میکنه. حالا چی کردن؟ این عسکر رفت، 1,000,000ش چی شد؟ 1,000,000ش مؤسسه جور میشه. مؤسسه چی؟ انحراف کننده. در این مؤسسه کی کار میکنه؟ علا بیان بیکارا. چند ماش کار داری؟ $2,000 $3,000. خصوصا آدمای بعضی اوقات میگم طاووس دم به خودم میکن. در سابق همین ضرب المثل میگفتن طاووس دم به خودم میکن. پرسانش کردن که چرا دم بته میکنی؟ گفت اگه می دم به من نباشه کس کتمه غرض نداره. یعنی یک زیبایی مرا ساخته، اینمی مرا مردم شکار میکنه. من میره بکنم که از این بیغم شوم، هیچ کس مرا غرض نگیره. به این شکل اکثرا انسان ها خصوصا جوان ها فکرتان باشه، بسیاری جوان ها هستن خوب استعداد دارن، خوب فصاحت دارن، خوب بلاغت دارن، خوب جوانی دارن، خوب میتونه که دمو یک فکر که روان است از او خوب دفاع بکنه. پس او را عاجل چی میکنن؟ سر از او سرمایه گذاری میکنن، دروازه ها را برش باز میکنن. الا فلانی جا $3,000 $4,000 $5,000. اینمی جوان بالاخره برش میگه چیز پروژه؟ این پروژه هست که تو مردم بیدین بکنی. بسیار کس هست مثل سروش
شما سروش سیل کنین. حتی ما بسیاری حتی استادای شرعیات دیدیم که استاد شرعیات بودن، خودش دعوتگر بودن، خودش دیندار بودن، اتو در یک پروژه را داخل کردن که خودش چی شدن؟ آل خودش مردم به نام استاد شرعیات به کفر دعوت میکنن، به گمراهیات دعوت میکنن. در تلویزیون ها هستن، شما بعضی برنامه های بعضی تلویزیون ها را سیل کنین، حتی کتابایشون را بخونین به نام فلانی و فلانی، من نامایشون نمیگیرم، باز ناق شهرت زیاد پیدا میکنه، ولی شما سیل کنین کلش کفریات. آیات قرآن چی میکنه؟ آیات قرآن مطابق مزاج امریکایی ها چی میکنه؟ تفسیر میکنه. ولا نیست، ولا برا که است که میگه ولایی است که باید تو با مسلمان ها دوستی داشته باشی و براءت از کفار اظهار براءت بکنی، مثل که ابراهیم علیه السلام براءت کرد تا برای خانواده خود گفت که اینی براء منکم و مما تعبدون من دون الله. او چی تفسیر میکنه؟ میگه این چی براءت کس یک کار شخصی هست، در حالی که یک موضوع خطرناک اعتقادی است. و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کسی از شما که موالات و دوستی با کافرها بکنن یا خودشان در صف کافرها داخل میشه، خودش از دین میبره. یعنی آیت قرآن اینقدر سخت میگه. آیت قرآن میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. ولی مشکل از این بیچاره چی است؟ ای باز میه اینا لی جوانا خو مشکلشان چی است که جوانا خودشان مطالعه نمیکنن. پشت از این ملا رفتم، پشت از اون ملا رفتم، ولی این ملا تو گفت ذهنشان همین قسم است. اینا حالا برای چی میکنن؟ این ملا را که $1 میلیون در خدمتش گذاشت، و ایمانش پرید. $1 میلیون، $1 میلیون در خدمت از او که گذاشته شد، او دیگه اینا حالا میخواد شب و روز می کار میکنه که چه قسم باز چون برنامه چک میشه از طرف همو کسایی که برای این معاش میده. بازو برش میگه آفرین. این گزارش ما چی بود؟ گزارش ما امام سبی بود که مثلا آیات قرآنی که به عقیده تعلق میگرفت ایرا آوردم اخلاقی ساختم. یعنی یک موضوع اخلاقی است، یک موضوع اخلاقی است. یا مثلا ریش که واجب است، اینو چی کردی؟ گفت ریش یک چیز عادی هست، هر کس دلش یک موضوع است، به اختیار هر کس است. حجاب چی است؟ حجاب یک کار شخصی هر کس است، دل کس. یعنی کلش حجاب شخصی شد، ریش هم یک کار چی است. یعنی کل چیزی یک انسان میتونه که به دل خود کرده بره و او گزارشش میده. این حال چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که و اعوذ بک من فتنه الدنیا. پروردگارا ما به تو پناه میبرم از فتنه های دنیا، از فتنه های دنیا که یک دفعه انسان از دین، خصوصا دیندارها باید بترسن. دیندارها باید سر دین خود و سر ایمان خود بسیار بترسه. چرا؟ یک دفعه سر کشش میکنه تو میبریش که باز کتش گپ هم زده نمیشه دیگه. یک دفعه یک نفر که هیچ بایسکل نداشته باشه، یک نفر بایسکل نداره، برازو یک موتر $50,000 بخرد زیر پایش ببره. اوه این فتنه بسیار بزرگ بود. بسیاری علما رسائل کنه که عالم بوده، ات خیزا میزنه که از 6 منزله خیز میزنه. ات موتر $50,000 سکوت ساختش که حالا سم بکم عمی فهم لا یرجعون. بسیار چیزه این فتنه هاست. و عذاب القبر و پروردگارا ما به تو پناه میبرم از عذاب قبر. چرا؟ بسیار سخت عذاب است. دیگه دعایی که آمده اللهم انی اسألک الجنة و اعوذ بک من النار. این دعا هم رسول الله کردن که پروردگارا من سوال میکنم از تو، طلب میکنم، دعا میکنم، میخوایم از تو الجنه، جنت را، و اعوذ بک من النار و پناه میبرم به تو از آتش دوزخ. دیگه میگه که اللهم سیکرین اللهم بعلمک الغیب. یا پروردگار با علم غیبت و قدرتک علی الخلق و با اساس قدرتی که تو بالای مخلوقات داری. سبحان الله. سعی کنید از این دعا بسیار درس بگیرید. کلمات رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کلمش باید با خطی از طلا نوشته شود. ما شما بعضی اوقات بسیار مثلا وقتی که حسن المسلمه درس میدی، شاید بعضی دوستا بگن استاد ولی حسن مسلمه چی میکنی؟ چرا یک موضوع فلسفی رو مطرح نمیکنی؟ چرا یک موضوع چرا؟ بسیاری کسا در بعضی درس‌ها که ما میریم وقتی که برشان میگه که بیاین دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم بخونیم، چون این ارزشش نمیفهمه، درباره از این دعا فکر نکرده، برای یگان چیز دیگه میگه یک موضوع جالبه برای ما بگی. از این کدا جالبتر نیست از زندگی. از این احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیز جالب نیست، چون وحی است. کلمات از کلمات استادای ما چی میگفت کلمات من ذهب. یا جماعه یا شباب
همین کسایی که پیش استاد درس نخوانده باشن یا تقوا حاصل نمیکنن، کسایی که مطالعه میکنن. چرا تقوای استاد متوجه هستین در قلب شاگردش انتقال میکنه. که استاد یک حدیث میخوان، باور بکنید سر ما چی تاثیر میکرد که استادای ما وقتی که یگان حدیث میخواندن، در خواندن حدیث اینقدر محبتشان با الله و رسولش زیاد بود که یک دفعه در جریان همین خواندن قطرات اشک از چشم استاد جاری میشد. اینی قطرات اشک استاد با تقوا در کجا سقوط میکرد؟ در قلب شاگردش. یک دفعه میدید که قلبت پر از نور ایمان است، محبت الله و رسول در قلب انسان زنده میشد. این حال بعضی کساست و بعضی موضوعات دیگی که فلسفی هست و عقلی هست، من نمیگم موضوعات دیگر آدم نخوانه، ولی کلمات رسول الله صلی الله علیه و آله کلمات از ذهب، از طلا، و ما حتی به طلا هم رو وزن نمیکنیم، یعنی به زمرد هم، یعنی فراتر از همه است. سعی کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنه و از خلال دعای خود یک درس بسیار بزرگ برای ما و شما میده. ببینید چی میگه رسول الله صلی الله علیه و آله: اللهم بعلمک الغیب، یا پروردگارا ما از تو سوال میکنم به علم غیبت. من از تو سوال میکنم به علم غیبت، چرا تو عالم الغیب هستی، آنچه که آینده هست و آنچه که میگه کلش تو میفهمی. و قدرتک علی الخلق، و از تو سوال میکنم به خاطری که تو ذاتی هستی که به مخلوقاتت، به خلقت بسیار قدرت داری. چی سوال میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ احینی ما علمت الحیات خیرا لی، مرا زنده بگذار تا زمانی که تو به علم غیبت و به قدرتت میفهمی که زندگی بر من خوب است. ببینید چی درس میده، که مرا تا وقت زنده داشته باش که به علم غیبت میفهمی که زندگی بر من خوب است. و توفنی، و مرا وفات بده، مرا از دنیا ببر، اذا علمت الوفات خیر لی. سبحان الله، یا الله تو عالم الغیب هستی، تو قدرت بسیار زیاد داری، مرا وفات بده وقتی که میفهمی که مرگ برم خوب است. یعنی بعضی حالات انسان در زندگی میباشه، خصوصا در آخر زمان میگه حالات سر انسان میگه که انسان میگه کاش که من در زیر زمین میبودم، کاش که در این حالت نمیبودم، در این حالتی که مثلا الله توهین میشه، رسول الله صلی الله علیه و آله توهین میشه، اسلام توهین میشه، مسلمان توهین میشه، ناموس مسلمان در معرض توهین قرار میگیره و هیچ چیز از دست از انسان نمیه، هیچ چیز نمیه. دیگه این وقت تا میگه که کاش که این لحظه را من نمیدیدم، این لحظه خطرناک و سخته. یک وقت سعی میکنی مثلا حکومت مثلا بشار الاسد نصیری امی در سوریه که است، یکی نصیری است به خاطر عقیده نصیریتش کافر است، باز بعثی هست به خاطر که در حزب بعث است کافر است، باز در پارت روس است به خاطر که در پارت روس است کافر. اینمی سه چهار قسمی آدم کفر داره. اینمی انسان مثلا سعی میکنه که ات یک بم استعمال کرده که در سوریه سعی کنه تفلکای بسیار معصوم سعی کنه که تو 70 هستن و کدام پودر واره کدام چیزی هست که تو سفید تو خفک کرده ایشان و تفلکا هم تو 70 80 تفل میقسم تک 70 است. میگه یا الله هیچ چیز از دستم نمیاد. کاش که ما هم تو یک چیز می‌داشتیم که یک دانه طیاره می‌داشتیم، یک سلاح قوی می‌داشتیم. اونایی که پیشان سلاح هست و اتم دارن بی غیرت هستن. اونایی که بیچاره ایمان داره و بیچاره هیچ چیز نداره. که همین قسم یک دانه سر فامیل خودش سر خودش هم تو استعمال میشد که باز میفهمید که وضعیت چه قسم است. دیگه بعضی اوقات میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما چی میگه که دعا میکنه که یا الله اللهم بعلمک الغیب و قدرتک علی الخلق، تو قدرت به خلق داری و عالم غیب هستی، احینی ما علمت الحیات خیر لی و توفنی، و مرا بمیران اذا علمت الوفات خیر لی، وقتی که مرگ برای من خوب باشه پروردگارا اما مرگ نصیب من بکو. و تو زندگی که پر از فتنه باشه و مرا با کفر بکشانه، همین زندگی پر از فتنه که مرا با کفر بکشانه، پروردگارا من از این نجات بده. اللهم انی اسألک خشیتک فی الغیب و شهاده. سعی چه خوب هم دعا هست هم درس هست. یا الله من از تو سوال میکنم خشیت را، یعنی که از تو ترس داشته باشم و خشوع داشته باشم فی الغیب و شهاده، هم در حالاتی که مثلا مردم مرا میبینه و هم در حالاتی که مردم از من چی هستن؟ غایب، یعنی تنها هستم. پروردگارا برای من خشیت نصیب بکن که در هر حالت من امو ترس تو در قلب ما وجود داشته باشه.
و اسألک کلمة الحق فی الرضا والغضب. یا الله، سعی کنین چی درس است. یا الله، در نماز رسول الله دعا میکنه که یا الله ما بر تو سوال میکنم. چی سوال میکنم؟ که در زبان من کلمه حق جاری بساز، در حالتی که ما رضایت داشته باشم، خوش باشم، و یا در حالتی که غضبناک باشم. چرا بسیاری دیندارا هستن که در حالت نرمال کلمه خوب میگن، و که کمکی که غضبناک شد کفر میگن، یا کمکی مصیبت سرش آمد کفر میگن. بعضی اوقات در حالتی که خوشی زیاد سرش آمد مست شد، یک دفعه فکایای کفرآمیز شروع میکنه. پس میگه ها پروردگارا بر من کلمه حق نصیب کو که در هر حالت، و اسألک القصد فی الغنا والفقر. یا الله، من از تو سوال میکنم که برای من میانه روی را نصیب بکن، در وقتی که غنی هم هستم میانه رو باشم و در وقت فقر هم، یعنی در دو حالتش. یعنی بعضی اوقات یک نفر فقیر است میانه روی کردن نمیتونه، اشتکای خدا نفسش از همه چیز کشته. و بعضی اوقات سعی کنید که وقتی که غنی شد نمیتونه وسطیت حفظ بکنه، بسیار اسراف و تبذیر میکنه. پس اینجا رسول الله میگه که و قصد، کلمه قصد است، اقتصاد چی رو میگه؟ میانه روی رو میگه. قصد به معنای میانه روی. و اسألک نعیما لا ینفذ. پروردگارا برای من نعمت رو بده که اون نعمت ختم نشه، دوامدار باشه. و اسألک قرة عین لا تنقطع. پروردگارا برای من امو روشنی چشم را نصیب بکو که مرا قلب ما روشن بسازه، چشم ما روشن بسازه، ات نور و روشنی که قطع نشه. و اسألک الرضا بعد القضاء. یا الله، سعی کنین درس ها را شما درس بگیرید نظر کلمش. یا الله، من از تو سوال میکنم رضایت بعد از اون چیزی که تو را فیصله کردی. یعنی انسان مؤمنی است که به قضای الهی چی باشه؟ راضی باشه. اینمی قسم الله مرا خلق کرده. اینمی قسم الله. بعضی کسا از بینی خود راضی نیست، میرسه بینی دراز جور میکنه. یا کسی از چشم خود راضی نیست، یا کسی از موی خود راضی نیست، یا کسی از یعنی رنگ و رنگ در چهره خود تغییر میاره، در زندگی خود، در بسیاری چیزا. بگه که پروردگارا وقتی که تو قضا کردی من با اون باید راضی باشم. و اسألک برد العیش بعد الموت، برد العیش بعد الموت. یا الله، برای من امو سردی زیبایی زندگی را بعد از مرگ نصیب بکن. و اسألک لذت النظر الی وجهک. یا الله، برای من لذت دیدن به طرف ذات با جلالت، به طرف روی مبارک تو پروردگارم که من به طرف از او سیل میکنم، در اون وقت برای من چی شود؟ لذت نظر حاصل شود که من از دیدن به وجه الله سبحانه و تعالی لذت ببرم. و شوق الی لقائک. یا الله، برای من نصیب بکن که به ملاقات تو من شوق داشته باشم، علاقه داشته باشم. به مردن مثلا وقتی که بلال حبشی وفات میکرد، خانمش صدا کرد که مصیبت است. بلال برش گفت نگو وا مصیبت ها، بگو وا فرحت ها، بگو خوشحالی هست، وقت جان کندنم است، وقت مرگم است. من صبا با رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش ملاقات میکنم. یعنی حتی در مرگ، در حالت جان کندن، بلال رضی الله عنه میگفت که به خانم خود گفت که نگو مصیبت است، این مصیبت نیست، این خوشی هست که بر من مرگ آمده و ما مرگ امو دروازه را باز میکنه که من با رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش و با خالق خود اونا را ملاقات بکنم. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم که پروردگارا بر من و شوق الی لقائک فی غیر ضراء مضره، که در اونجا ضرر و مضرت نباشه. یعنی من بدون از اینکه سر ما سختی‌ها به ولا فتنه مضله، و بدون کدام فتنه گمراه کننده، بدون از اینا ما علاقمند آخرت باشم. اللهم زینا بزینت الایمان. پروردگارا قلب ما را مزین با زینت ایمان بگردان. و جعلنا هداة مهتدین. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنه پروردگارا خود ما را هدایت بکن و کسایی که هدایت شدیم، و هم ای که ما وسیله عدالت برای دیگران شویم.